وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وعلمتنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. پروردگارا، در دلهای ما آباد بگردان خانه عشق و وفا را. پروردگارا، در دلهای ما آباد بگردان خانه محبت ذات خودت و رسولت و قرآنت را. خدایا، در دلهای ما آباد بگردان خانه محبت نماز جمعه را و محبت 5 وقت نماز را و محبت شنیدن امر معروف را. پروردگارا، نابود بگردان، خراب و ویران بگردان از دلهای ما خانه کبر و حسد را، خانه کینه و عداوت را، خانه فتنه و اختلاف و تفریق را. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. پروردگارا، در چشم ما حق را حق نشان بده، در چشم ما حلال را حلال نشان بده و پروردگارا، در چشمهای ما باطل را باطل نشان بده و حرام را حرام نشان بده. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم و نعوذ بك من عذاب القبر. پروردگارا، ما یک گروه بندگان تو خواهان او هستیم که خدایا ما را از عذاب دردناک جهنمت نجات بده. خدایا، هیچ وقت گذر ما را به جهنم مگردان و ما را از اهل جهنم مگردان. جهنمی که حبیب خدا میگوید یؤت بجهنم یوم القیامه لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك یجورونها. رواه مسلم. حبیب خدا میگوید آن جهنمی که شما ای بنده های خدا از او پناه طلب میکنید، روز حساب، روز قیامت، پروردگار این جهنم 70 میهار میزند. چگونه 70,000؟ چگونه که در بینی های همون بقه ها زنجیرها می اندازند. 70,000 حلقه در بدن جهنم میزنند و در هر یک زنجیر او 70,000 ملائکه آویزان است و او را کشیده به میدان حساب میارند. برادر عزیز و گرامی، وقتی من حساب کردم 490,000 ملائک دوزخ پروردگار به میدان قیامت میارند که هر یک فرشته او توانایی و قوتش برابر تمام مخلوقایی که در روی دنیا خدا آفریده است قوت همه اینا دارند. ما از همون جهنم پروردگار به سوی تو پناه طلب میکنیم، از همون جهنمی که اذا القوا فيها سميعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. جهنمی که
وقتی دوزخی را به نزد او میارن، الله بیان میکنه در سوره ملک، در سوره تبارک که ما و شما میخونیم، وقتی به نزد این میارن و از بالا وقتی که او را میپرتاین، پرتافتنش هم خدا در سوره الرحمن بیان میکند فیؤخذ بالنواصی والاقدام. پروردگار آدم گناهگار، آدمی از خدا نمیترسیدگی را وقتی نزد چاه دوزخ می آورده است، ملائکه ها را امر می کرده است او را پرتاین در آتش. اونا چگونه می دارند دوزخی را؟ فیؤخذ بالنواصی والاقدام. پروردگار میگوید یک دست فرشته در موی سری توست و دست دیگرش در پایهای توست و همچنان تو را سرازیر در دوزخ می پرتاید. اذا القوا فیها سمیعوا لها شهیقا و هی تفور. پروردگار میگوید وقتی دوزخ لقمه خودش میبیند، دوزخی را میبیند، آنچنان عرس میکند که مثل آوازی خر است، قبول میکند دوزخی را. و هی تفور. پروردگار میگوید آنچنان دوزخم خشمناک میشود که زود است که میگویی میترکد. پروردگارا از همون جهنمت ما همه بندگانت به سوی تو پناه طلب میکنیم، زیرا این بدنهای نازک ما قوت عذاب تو را ندارد. پروردگار و نعوذ بک من عذاب جهنم و نعوذ بک من عذاب القبر. پروردگارا ما یک گروه بندگانی تو به امید آمدیم که خدایا از عذاب قبرتان به سوی تو پناه طلب میکنیم. پروردگارا ما همگی عقیده داریم، ما همگی باوری داریم که جکش قبر حق است، سوال منکر و نکیر حق است. خدایا ما را از جکش قبرت نجات بده. سعد ابن معاذ رحمت الله علیه یکی از بنده های صالح پروردگار بود که حتی در صحیح بخاری میگذرد وقتی روح سعد ابن معاذ از بدن او جدا میشد و وقتی روح او به سوی عرش رفت، حبیب خدا گفت عرش پروردگار از شادی در حرکت در آمد. سعد ابن معاذ 70,000 ملائک در حدیث ها میگوید در جنازه سعد ابن معاذ اشتراک داشتند. حبیب خدا میگوید یک روی مالچه سعد ابن معاذ از دنیا و آنچه در دنیاست بهتر بود. وقتی سعد ابن معاذ وارد قبرستان کردند، همین بنده صالح را وقتی وارد قبر کردند، حضرت جابر میگوید نگاه کردم حبیب خدا تسبیح ها را زیاد گفتن گرفت، از پس او تکبیر ها را روانه کردن گرفت. گفتم حبیب خدا راستی هیچ قبر در این قدر راز نمی ایستادی، این قدر تسبیح و تکبیر نمی گفتی، چه حالت شد؟ گفت سعد ابن معاذ قبر جکی. بنده که 70,000 ملائک در قبر در حضور جنازش بودند، عرش پروردگار به آمدن روح سعد ابن معاذ خرسند شد که سعد از دنیا گذشت. قبر سعد جکی. حبیب خدا گفت تا زمانی که قبر سعد نکشاد من تسبیح را قطع نکردم. پروردگارا ما را از جکش قبر نجات بده، ما را از فتنه های قبر پروردگارا نجات بده. همنشینان تو در زیر لحد خاک شدند، همنشینان تو در زیر لحد خاک شدند. چشم عبرت بکشا خواجه اگر انسانی، به سر قبر یکی رفتم و گفتم چونی؟ جامی میگوید یک برادر من زیارت رفتم، به سر قبر یکی رفتم و گفتم چونی؟ گفت احوال چی پرسی که بیایی دانی، احوال چی بیان کنم تا اینجا نیای، تا داخل این نشوی، از حالی بیان کردن می شود. حبیب خدا وقتی میگوید من بچم ابراهیم 6 ماهه بود که از دنیا گذشت، ابراهیم 6 ماهه بود، فرزند ماریا قبطیه. وقتی در قبر میگذاشت عمر حکایه میکند
حبیب خدا را دیدم بسیار گریه میکرد و ابراهیم بچه‌ش در لحد گذاشت و چی گفت؟ ای ابراهیم، الحال منکر و نکیر تو را میپرسند رب تو کیست؟ بگو رب من الله است. از تو میپرسند 6 ماه کودک رب تو کیست؟ رب من الله است. دین تو چیست؟ بگو دین من اسلام است. اگر پرسند پیغمبر تو کیست؟ بگو پیغمبر من پدرم محمد صلی الله علیه و سلم است. پدرم محمد است. رسول اکرم میگوید وقتی پشت نگاه میکنم عمر مثل کودک گریه میکند. گفتم عمر سبب گریه در چیست؟ و ای حبیب خدا وقتی ابراهیم 6 ماهه را پرسند عمر هلاک میشود. 6 ماهه ابراهیم که پرسند حال عمر چی میشود؟ شیخ احمد رحمت الله علیه حکایه میکند که وقتی دوستای خدا رفتن دیدن شیخ احمد یک آدمی در راه خدا جگرها سوختگی گریه‌ور بود، گریه میکرد. حضرت بیان کردند ای شیخ احمد برای چی گریه میکنی؟ حضرت بیان کرد به بالا 7 جنت فوق گردون، به زیرم 7 دوزخ ماند و بیچون، بیاسایم چگونه در میانه، بود لازم به من فکر شبانه. حضرت بیان کرد ای دوستای خدا بالای سرم 8 جنت است، در زیر پام 7 دوزخ است. من شیخ احمد در بین هر دو این خوابیده هستم، چگونه خواب کنم؟ ندانم، نمیدانم که از پستم یا از بالا چه آید حکم از ایزد تعالی. من نمیدانم که من بالا میرم و نمیدانم پایان میرم. چنین گفت آن جگر خون گریه‌ور شد، کشید آه مگر خون جگر شد. حضرت گریه کردند، داد گفتند، فغان زدند که من نمیدانم. گفتن از کدام جانبش باشه. خدای مهربان، ما از قبر تو به عزتت قسم میترسیم، به جلالت قسم پروردگارا از دوزخ میترسیم. خدایا ما بندگان تو وارد دوزخ مگردان، ما را در فتنه و عذاب قبرت خدای روبرو مگردان. ساعت اجابت دعاست خدای مهربان. زمانی که ما وارد قبر شویم قبر ما را به روضه از روضه های جنتت مبدل بگردان. خدایا ما را استقبال خوب بگیر، اگر چنده که ما گناهگار هستیم به عمل ما نظر نکن الله، به رحمت خودت نظر کن. پروردگارا را زدم چاو. حضرت گفتن همون قبر و همون تابوتی که بنده ها را به سوی قبر میبرند همونها برای من سبب شد و این سلطنت و این تخت من ترک ساختن. خدایا ما را از عذاب قبر نجات بده. و من فتنة المسیح الدجال و من فتنة المحیاء والممات آمین یا رب العالمین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. صدق الله العظیم. آیت مبارکه که تلاوت کردم از سوره مبارکه زمر بود
آیت‌های 72 و 73 او دلالت به سوی بزرگی جنت میکند. برادرای عزیز و گرامی، موضوعی که امروز داریم موضوع جنت است، موضوع نعمت‌های جنت است. پیش از آنی که من به جمعه می آمدم 2 روز 3 روز پیش قبل خیلی برادرای عزیزی ما از هر گوشه و کناری جمهوریمان زنگ میزنند. برادر عزیز حاجی این جمعه میگویند درباره جنت صحبت است. بله برادر عزیز، این جمعه درباره جنت صحبت است. حضرت دعا کنین که خدا ما را اهل جنت گرداند. همگی برادرای عزیز امروز الحمدلله که بنده های خدا جنت میخواهند، نعمت جنت را میخواهند. من میخواستم پیش از آنه که جنت را برای شما اگرچنده که وصف او با زبان ما کرده نمی شود و جایم داده نمی شود، به هر حالم که باشد با آن علم ناکفایه‌ای که خدا برای من نصیب کرده است و در زیر تحلیل این آیت قرآن از مفسرای گرام من به شما بیان می سازم. پیش از آن میخواستم یک منظره که بین ملائکه ها و بین پروردگار از این مجلس ما بعد ختم این جمعه انجام می‌یابد، میخواستم این مشورت و این صحبت ملائکه ها را با پروردگار که مطابق این موضوع ما و شماست بیان نماید. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله ملائكه يطوفون في الطرق يلتمسون اهل الذكر فاذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا الى حاجتكم فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. پروردگار لشکرهای دارد که نام او ملائکه است. و ما یعلم جنود ربک الا هو. پروردگار میگوید آن مقدار ملائکه آفریدم که هیچ کس عدد اونها را نمیداند. لشکرهای پروردگارند، هر چیزی که پروردگار امرشان میکند اجرا میکنند و در درگاه پروردگار نافرمانی نمیکنند. حبیب خدا گفت وقتی بنده های خدا شما در این ساعت وقتی جمع شدین یا بیرون از مسجد در یک خانه شما برای یاد خدا جمع شدین، پروردگار ملائکه های دارد که یطوفون فی طرق، کوچه به کوچه، ناحیه به ناحیه، شهر به شهر آسمان را میگردند، پرواز میکنند. فاذا وجدوا قوما یبحثون، اونها یلتمسون به معنای یبحثون است، اونا جستجو میکنن چیزی را گم کردن که در جستجوی همان چیزی گم شده است. و چی باشد؟ حبیب خدا گفت اونها حلقه ذکر میکوبند، اونها یاد خدا میکوبند، اونها جمعیت مردم مسلمانی که اونجا از احکام و ارکان الهی صحبت میرود، جستجوی اونها، کافتن اونها فقط انا همین است. حبیب خدا گفت فاذا وجدوا قوما، وقتی که این ملائکه ها جمعیت ما را یافتند، این گروه مردم را یافتند که اینجا یاد خدا، اینجا ذکر خدا رفته ایستاده است، فرشته که آوازش خیلی دور دست می رود، تنادوا،
فریاد میزده است ای فرشته هایی که در گرد اطراف جهان هستید، بیایید که آن چیزی که ما میخواستیم، آن چیزی که ما جستجو داشتیم، آن چیزی که ما درخواست داشتیم برای ما مهیاست، بیایید که من آن مجلس یافتیم. به نام آن خدایی که جان ما و شما در دست اوست، حاضر ما و شما در نظارت ملائکه ها قرار داریم. ملائکه ها ما و شما را نظارت دارند. حلمو الی حاجتکم، بیایید. حلمو به معنای تعالو، بیایید به سوی آن حاجتی که داشتیم، آن چیزی که ما اشتیاق او را داشتیم، آن چیزی که ما گرسنه وی بودیم، آن مجلس یافتیم. چگونه برادرای ما از راههای دور و نزدیک 300 کیلومتر و 200 کیلومتر طی میکنند برای خواندن نماز جمعه، برای گوش کردن سخن خدا و رسول می آیند. این چنین ملائکه ها هم عادت شما را دارند، این عقیده شما را دارند. اونا از شما را دیده با تشنه‌تر هستند. اونا را خدا مخصوص همین آفریده است. حلموا الی حاجتکم فیحفونهم باجنحتهم الی السماء الدنیا. حبیب خدا گفت ملائکه ها صاحب پر هستند، با پرهای کلان خود آسمان دنیا را پرده پوش میکنند. همگیشان نظارت به سوی مجلس ذکر دارند. همه گوش یعنی بنده های خدا چی میگویند. فاذا تفرقوا وعرجوا وصعدوا الى السماء، ساعت 1 می شود، ما صحبت انجام می دهیم. بعد انجام ما و شما این مقدار ملائکه که عددش خدا می داند همگیش می گوید جدا می شوند و همه به یک طرف سمت حرکت می کنند که به سوی چی است؟ به سوی آسمان است. همگیش می روند. فیسألهم الله تعالی و هو اعلم من این جئتم. خداوند وقتی که این فرشته ها را میبیند، حالا که میداند که اینا از کجا آمدند، لیکن پروردگار از این جمعیت ملائک میپرسیده است. همون ملائکه هایی که ما و شما را نظارت کردند، صحبت ما و شما را گوش انداختند، از صحبت ما و شما لذت بردند، از دلهای سرشار پر از ایمان شما لذت بردند، و نزد پروردگار می روند و خداوند از اونا می پرسد از کجا آمده؟ جئنا من عند عبادک فی الارض. ای پروردگار ما می دانیم که ذات تو می داند، لکن سوال که شد جواب ما این است، ما از نزد بندگان تو که در یاد تو بودن از نزد اونها آمدیم. جئنا من عند عبادک فی الارض، همون بندگانی که این ساعت منتظر بودن، تشنه و گرسنه این ساعت بودن، از همان مجلس آمدیم. یسبحونک یکبرونک یحمدونک یمجدونک و یسألونک. فرشته ها چی میگویند؟ پروردگارا وقتی ما طی 1 ساعت در این صحبت بودیم، بندگان تو را تکبیر میگفتند، بندگان تو را تسبیح میگفتند، حمد تو را یاد میکردند، بزرگی تو را یاد میکردند، از مهربانی های تو یادآور میشدند. لیکن همه اونا یک مقصد داشتند. ببینین همه اونها یک مقصد داشتن. پروردگارا یسألونک، از تو میپرسیدن، از تو سوال میکردن. قال فما یسألونی، پروردگار با این فرشته ها میگفته است این صحبت بعد جمعه ما و شما میشود. میپرسیده است از چی چیز میپرسن بندگان من؟ وقتی اونها ادای نماز کردند،
عشق محبت به سوی ذات من دارند، تکبیر و تسبیح مرا میگویند، خواستی اونها چیست؟ اونا از من چی میخواهند؟ فیقولون یسألونک الجنه، پروردگارا ما شاهدی میدهیم قسم به بزرگیت که همش جنت میخواستن، همش جنت میخواهند. امیدشان همین است که خدایا زمانی که این نعمت عمر تمام می شود، زمانی که این امانت از ذات تو قبض می کند، بعد این پروردگارا ما را جنت ره سپار بگردان. اینا همون نمی خواهند. قال و هل رعوها، پروردگار چی می گفته است؟ ای جمعیت ملائک، آیا اونها جنت دیدن که در طلب جنتن؟ پروردگار ببین آیا جنت دیدن؟ قال لا والله یا رب ما رأوها، ملائکه میگفتن قسم به بزرگی پروردگارا اون بندگانی که در اون مسجد نشسته بودن قسم به بزرگی یگان تا اون جنت دیدگی نیست، هیچ کدام از جنت ندیدن. پروردگار چی میگفته است؟ فکیف لو رأوها، ای جمعیت ملائک چی می شده باشد اگر اونها جنت بینن؟ چی می شود اگر اونها جنت می دیدن؟ ای جمعیت ملائک اونها خودشان چه تصور می کردن؟ یقولون لو رأوها، پروردگارا ذات تو می داند که اگر اینها جنت می دیدن اینها چگونه خودشان در دنیا تصور می کردن. لیکن ما پروردگار برای تو شاهدی می دهیم که اگر اینها جنت ببینن اگر چی می شود؟ اشد علیها حرصا و اشد لها طلبا و اشد فیها. ملائکه می گفتند اگر اینها پروردگارا جنت تو را می دیدن قسم به بزرگیت که اشد لها حرصا، اینا به نهایت حرص، به نهایت طمع به سوی جنت تو پیدا می کردن. و اگر اینها جنت تو را می دیدن اشد لها طلبا، اینا همگیش طلبگار جنت تو می شدن. پروردگار چی می گفته است؟ برادرای عزیز و گرامی، من خوشحال هستم به نام الله را امیدوار می کند از آن چیزی که این آمدگی های ما و شما بیهوده نمی شود، این است که پروردگار در جمع این ملائک که عدد او نامعلوم است اعلام می کند اشهدوکم انی قد غفرت لهم. همه شاهد میگیرم ای جمعیت ملائک، قسم به بزرگیم همون جمعیت همگیش مغفرت گناه کردم، همش مغفرت گناه کردم و شما را شاهد میگیرم قسم به بزرگ واجب گردانیدم. الحمدلله، الحمدلله که این ذوق ما، این اشتیاق ما، این خواهش ما به سوی جنت که هست پروردگار ما را ناامید نگردانید. پروردگار ما را از این امیدوار گردانید که بندگان من مادام شما ذوق دارین، شوق دارین، من برای شما جنت را واجب گردانیدم. پروردگارا ما بندگان تو امید داریم، اگر چنده که سهو و لغزش ما خیلی بینیم، خدایا از اون جنت پر نعمت ما را برخوردار بگردان. پس از این صحبت ملائک با پروردگار ما به خلاصه آمدیم که در اصل همگیمان طلبگار جنت هستیم، جنت پرناز و پر نعمت. و الحمدلله که خداوند موافق که همون نیتایی که ما داریم الله ما و شما را البته
با نصیب میگرداند و بندگانش رحیم است و بندگانش پروردگار مهربان است. الجنت اقرب الیکم، حبیب خدا میگوید جنت اقرب الیکم من شراک النعل و النار مثل ذلك. جنت ای بنده های خدا، پروردگار میگوید ای بنده های خدا، جنت به سوی شما نزدیک است از تسمه های پتینکه هاتان دیده به شما نزدیک است. و النار مثل ذلك، و دوزخ هم به شما مثل همون تسمه های پتینکه هاتان به شما نزدیک است. ابن جوزی رحمت الله علیه در زیر این حدیث میگوید مراد از این حدیثه که جنت به سوی شما از بندهای کفش هاتان دیده به شما نزدیک است، به معنای اوست که شما با نیت صحیح خود، با عملهای خدا ترسی خود البته جنت نائل میشوید. برادر عزیز و گرامی، خداوند در سوره نازعات سببهای بهشتی شدن ما و شما را میفهماند که کدام عمل ما سبب میشود و ما جنت میرویم. بسیار مهم است، بسیار توجه داشته باشین که تا حال من برای شما جنت را که فیها عین ما رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تا حال من جنت برای شما هیچ نعمتی او را برای شما بیان نکردم. جنت حبیب خدا میگوید جنت جایی هست که چشم وی را ندیده است، گوش وی را نشنیده است. حتی شما اگر بدیلتان تصور کنین موضع های جنت، حتی بدیل تصور کردش نمیشود میگوید. لیکن الله میگوید دو سبب دارد که انسان جنت میرود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. پروردگار میگوید هر کسی که اگر یکم سبب بهشتی شدن ما و شما، یکم سبب بهشتی شدن ما و شما این بوده است و اما من خاف مقام ربه، هر کسی که در پیشگاه پروردگار ایستادن خود یاد میکند و ترس او را فرا میگیرد، یک سبب وارد شدن جنت انا همین است که وقتی که اگر انسان با پررگی از پروردگارش میترسد، در پیشگاه پروردگار ایستادن خود خیلی با هیبت تصور میکند که آیا پروردگار مرا همچو بنده مؤمن قبول کرده است یا نکرده است؟ آیا پروردگار عملهایی که من در جنت انجام دادم آیا عملها ما قبول کرده است یا نکرده است؟ آیا پروردگار با صفت رحیمی و رحمانی مرا پیشواز میگیرد یا با صفت قهاری و جباری؟ انسان اگر اینها را تصور کند، اینها را به یادش بیارد و از پروردگارش بترسد، اینا چی میگویند؟ اینا میگویند ترس خدا و اینا میگویند که ای بنده خدا جنت برای تو واجب میشود وقتی که اگر تو با پررگی از پروردگارت میترسی. ولمن خاف مقام ربه جنتان. پروردگار میگوید از برای آن بنده که از پروردگارش میترسد من برای او دو جنت میدهم، یکی جنت پر از طلا، یکی جنت پر از نقره. اگرچه دیگر تفسیرها هم در زیر دو جنت آمده است. اکثر مفسرها به این رفتن که این آیات در شأن ابوبکر صدیق نازل شده است
ابوبکر صدیق، وقتی ابوبکر صدیق بار میگوید محل حساب میدان قیامت یاد کرد، پیشگاه پروردگار ایستادنش یاد کرد، قیامت یادش آمد، در حال چه گفت؟ گفت ای پروردگار کاش که مرا یک علف بیابان میکردی و یک حیوان آمده این علف میخورد و مرا ابوبکر نمیکردی. وقتی این سخن ابوبکر صدیق گفت، پروردگار میگوید این آیت نازل کرد ولی من خاف مقام ربه جنتان. این سخن ابوبکر از صدق بود، این سخن ابوبکر اصلا از ترس پروردگار بود که من پیشگاه پروردگارم ده چگونه راست می ایستاده باشم. ابوبکر که در حال حیات او را بشارتی به جنت رسول الله داده بود، ابوبکر که سلام الهی به نام او آمده بود، همین ابوبکر میگو کاش که یک علف بیابان میشدم، لکن ابوبکر نمیشدم. اگر این گونه ترس در دل ما و شما باشد برادر عزیز، یک سبب جنت رفتن ما و شما انا همین است. یک زن نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمد. یک زن گفت حبیب خدا زمانی که من یک حدیثی تو را شنیدم شوهر کردن را ترک ساختم. حبیب خدا گفتن چه حدیث بود؟ چی شنیدی؟ برای چی از این نعمت شوهر دست میکشی؟ شوهر بسیار نعمتی خوب است. پروردگار زنی شوهردار و مردی زندار را دوست می‌دارد. و حبیب خدا گفتن بدترین جوان پیسر و بدترین جوان دختر آن جوان پیسر و جوان دختری هست که شوهر نمیکنند، زن نمیگیرند. چرا تو دست میکشی؟ حضرت گفتن آخر شما گفتین اذا نظرت علیها سرتک. ای حبیب خدا شما گفتین بهترین زن همان زن به حساب می رود که وقتی اگر شوهر در جمال او نگاه کند، از تبسم زن، از معامله زیبای زن، از چشمهای پر از مهری به شوهر داشتگی، وقتی شوهر که خوشحال می شود این زن بهترین زن است. پس حبیب خدا یکی مبادا یگان روز این شوهر به من نظر کند و از این چهره من خوشحال نشود، از این چهره من ناراحت شود، پس من بدترین زن هستم و من در پیشگاه پروردگارم قدر و شرف خدا گم میکنم. تصور کنید برادر عزیز بگید، با یک نظر کردن که حبیب خدا گو وقت شوهر در جمال زن نگاه کند و زن با یک تبسم شوهر خدا استقبال گیرد، چهرش خندان کند، تروشی و قواق روی خدا دور کند، حبیب خدا گفتن بهترین زن تو هستی. و این زن از این ترسید که مبادا یگان روز از جمال من این شوهر من راحت نکند. برادر عزیز و گرامی، بیاین مقایسه کنین با آن زنهایی که شوهرها را با روی تروش و با قواق گراندگی پیشواز میگیرند. شما بیاین مقایسه کنین با آن مردهایی که نسبت زنهای خود نفرت و دشنام و قهر دارند. شما یک خدا ترسی این زن مقایسه کنین با این خیل نیت، با این خیل عمل، به شک این زن جنتی است. برادر عزیز، زنای ما و شما، من همه را در نظر ندارم، زیرا ما زنها را بسیار حرمت میکنیم، زیرا همه پیغمبرها از زنها به دنیا آمدند. زن مادر است، زن بهترین نعمت در روی دنیاست. حتی رسول اکرم اکمل المؤمنین احسانا ایمانا احسنهم خلقا و خیارکم لنسائهم گفت ای مردها بهترین شما همان مردی هست که اگر با زن خود
بهترین زندگی را داشته باشد. زنش حرمت کند، با قدر زنش رسد، با زن خود گویم که دست به دست سلام کند، چهره خندان باشد، با او در لب یک دسترخوان نشسته خوراک خورد. این بهترین مرد است. لیکن این سخن زنه که اگر مبادا یگان روز شوهر من از چهره من ناآرام شود، من در پیشگاه خدا چی جواب میگویم؟ امروز از روی شکایت هایی که به من می آید من همین مقایسه کردنی هستم که امروز زنهای ما میدانم که از حساب نادانی است، از حساب آن است که سخن خدا و رسول به گوش اونا نرسیده است، و الا اونها البته هیچ وقت به احترامی نسبت شوهرها نمیکنند. امروز زنهای ما و شما فقط ترس خدا را در 4 کلمه پختن به مزار بردن میدانند، یا یک شیر برنج یا یک آتله پخته و در همسایه دادن میدانند، یا رفته مزار حضرت سلطان یا برق زیارت کردن برای خود همین ترس خدا میدانند. مادرای عزیز و خواهرای عزیز، اگر مبادای منبت صدای من به گوش شما رساند، همین شوهرهایی که در خانه شما هست منزلت و بزرگیشان به نام خدا از حضرت امیرجانم، سلطانم، برقم، از همه اینا دیده در پیش تو منزلت و بزرگی این بلند است. این منزلتش بزرگ است. تو آن کلمه هایی که زیبایی که میپذی و من میدانم به نیت خوب میپذی، تو به اخلاص میپذی، لیکن همونا را در پیش همین بزرگوار که شوهری توست گذار همین خورد در حق دعا کند، انشاءالله تو بیشک جنتی. یا شیر برنج یا دیگر نوع خوراکی نباشد، تو برای شوهرت مهیا کن، انشاءالله مزار تو همینن، بزرگوار تو همین شوهرهاست. در مردم ما و شما تاجیک یک مثل است، آبی نزد دری میگن آبی در لایاوه. مقصد آبی نزد در لایاوه، مقصد آن چیزایی که در پیش ماست، آن کسانی که در پیش ماست اونا قدر ندارند، دورتری او قدر دارد. لیکن مادر عزیز، جنت تو در پیشت است، همون شوهرت است. تو هیچ جا نرو، یگان جا طی نکن، فقط دنبال همین بگیر، دعای همین بگیر. بیشک در روز قیامت به نام خدا همچون مادر سلامت میدی هم که تو در جنتی. من این از نام خدا و رسول برای تو گفته ایستادم. بعضی انسان ها عقیده دارن که یک حضرت برق زیارت کردن گویم که یک حج در نامه اعمالت نویسانده میشد، حالان که این هیچ اساسی ندارد. برادری عزیز، خواهری عزیز، مادری عزیز، شوهرت زیارت کن، شوهرت طواف کن، به قدر شوهرت برس. حضرت برق هم همین است، حضرت سلطان هم برای تو همین است. این بهترین نعمت برای تو است. همون نوده هایی که یا همون آبی که تو از همون گورستان و مزارها برای شفا میاری، حالا که اونا شفا نیستن، تو همون کرته چرکین شوهرت بشو، آب همون را بنوش، برای تو شفا است. آب همون برای تو شفا است. همون سنگهای بی‌معنی که تو رفته با دستای نازکت اونا را زیارت میکنی و میماری، همون را در پشت شوهرت بمال، همچنان است که تو خانه کعبه را زیارت داری. این از حرمت شوهر، این از به قدر شوهر رسیدن. زن نزد حبیب خدا آمد، از ترس گفت پروردگار من شاید روز اگر روی ترش کنم شوهر من ناراحت شود، من در پیشگاه خدا چی جواب میگویم؟ و اگر پارسا باشد و خوش سخن، نگه در نکویی و زشتی مکن. حضرت سعدی میگوید اگر زن خوش سخن باشد، خوب چهره باشد، مقصد در چهرش تبسم داشته باشد، دیگر زن بدرو باشد، ناخوب باشد، هم چیکار کن؟ این اهمیت ندارد. گفت همه اونها را زنی خوشمنش خواه، نه روی خوب که آمیزگاری بپوشد عیوب. همه آن چهره بدروی تو، همون قامت ناخوبی تو را همش میپوشاند سخنی خوشی تو، چهره استقبال میگرفتگی تو، همه اینا را نابود میکنه.
انشاءالله من باوری کامل دارم که خواهرای ما بعد شنیدن این سخنم شوهرهاشون حرمت میکنند. او چیزی به جنایت دعوت نکردم خواهرای عزیز، یکی مبادا از من ملال نشود. من به جنایت دعوت تا نکردم، من به بیشرفی و به یگان دویم راه نادرست دلالت تا نکردم. همین شوهری که دلی تو خواست، دلی او خواست، پدر و مادر تو که بزرگوار برای تو بودند، اونا در بین ایستادن، رازگی دادن، هر دی شما در نکاح حلال در آمدین. همین شخص من برای تو میگم حرمت کن، که حرمت این تو را جنت میبرد، احترام این تو را جنت میبرد. خواهر عزیز، حتی اگر تو میتونی در حیات یک حیله را استفاده بری. چی حیله؟ حتی همین شوهر سحر از خواب خیز، اگر با یک کلمه تو پرسی که مردک شب چگل خواب کردی، این همین جمله را در پیش همون مردک بیان کن با سخن خوش، به نام خدا الله از تو راضی می شود. یا این قدر گوی که مردک آنقدر به تو محبت دارم که میخواهم که باقی مانده عمر من خدا تو را بتد، حالا که عمر هر کس خودش میبینه. هیچ وقت عمر تو را خواهر عزیز شوهر تا نمیتد، لیکن برای رضاگی شوهر بگو همین سخن. انشاءالله تو در پیشگاه خدا پاداش میگیری، اجر میگیری، مکافات میگیری. ببینین، یک و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. یک ترسیدن پروردگار یکم سببی که انسان وارد جنت میکند همین بود است که وقتی که آدم از خدا میترسد، از خدا به پررگی میترسد. و نهى النفس عن الهوى، پروردگار گفت دویم چیزی که شما را جنت میبرد این است که شما به هوا و هوسی که بر شما خدا داده است به او کار نکنید. گر نفس نفس به فرمان توست، شک میاور که بهشت آن توست. اگر همین نفس در زیر اطاعت تو باشد، اگر همین نفس بدخواهی که خدا در سوره یوسف اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان النفس لاماره بالسوء، که نفس ها بدخواه شما هستند. نفس اگر انسان بالای نفس سردار نباشد و نفس بالای او سردار باشد، یقینا داند که برادر عزیز و اسلامی دیگر تو هلاک شدگی هستی. رسول اکرم به اصحاب گفت چی میگوید در حق رفیقی که او را میخورانی، میپوشانی، نگاه و بین میکنی، با خارت میکند، یا در حق رفیقی که تماما به او توجه نداشته باشی عزت میآوی. اصحاب حیران شدند، گفتند چیست؟ گفت همان نفس هایی که در کنار شما قرار دارند. همین نفسی که تو داری اگر تربیهش کردی خارت میکنه، اگر خارش کردی عزتت میبخشه. انا همین نفس، این نفس ها امروز زنا میخواهند، نفس ها بینمازی میخواهند، نفس ها فسق و فساد میخواهند. که وقتی ما پیش راه اینها را به حکومت ایمان داشتگیمان میگیریم، البته پیشگاه خدا را ما پاداش میگیریم. پس آمدیم به سر مقصد که جنت رفتن ما با دو سبب است، یکی ترس پروردگار، یکی آن خواهشی که نفس ما دارد او را اجرا نکردن انسان جنت میبرد. آیت قرآن میگوید، سوره نازعات میگوید، حبیب خدا گفتند لیس فی الجنه شیء مما فی الدنیا الا الاسماء. در جنت حبیب خدا گفتند هیچ چیز از این مال دنیا نیست. آن چیزی که در دنیا هست، چه از لباسش، چه از پوشاکش، چه از خوراکش، چه از نوشاکیش، هیچ کدام این در جنت نیست گفتند. بلکه نعمتهای جنت انشاءالله که من جمعه آینده اونا را بیان میکنم که چی نعمتها در جنت دارد، از این نعمتهای دنیا اون نعمتها چی فرق دارد.
مگر حبیب خدا گفت از دنیا در جنت فقط یک چیز است و این چیز این نامهای شماست. نامهاتان در جنت همین نامها باقی میماند، همین نامی که در دنیا داریم. و این بود که من چندین بارها شما را میگفتم که چه حدیث مسلم است، چه حدیث بیهقی است، چه حدیث احمد است که حبیب خدا گفتند حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمه و یحسن ادبه. فرزندها بالای شما ای پدر و مادر حق دارند، حقشان همین است که نام خوبشان گذارین و تربیه خوبشان کنید. دو حق بالای شما دارد، نام خوبشان گذارین. ان احب اسمائکم الی الله تبارک و تعالی عبدالله و عبدالرحمن. این روایت مسلم است. محبوب ترین نام به سوی پروردگار این عبدالرحمن است و این چیز و این عبدالله است. این دو نام پروردگار به نهایت دوست می‌دارد. از این خاطر حبیب خدا گفت روز قیامت شما به نام خودتان و نام پدرتان فریاد زده میشوید. به این خاطر نامهاتان نامهای خوب گذارید. ببین امروز نام مردک مسلمان قمچین، نام قمچین. خب داریم نه؟ این جای خنده نیست، این جای مصیبت است. نام آدم مسلمان تور، داستی، گدا. ببینین نام آدم، آدمی که خدای که شرفش داده است، این که قدرش داده است. نظر بسوی خود کن که تو جان دل ربایی، مفکن به خاک خود را که تو از بلند جایی، تو بسیار از بلند جایی. افسوس که نام تو را نام نادرست ماندن. انجیر، زنجیر و دیگر رفتن میگیرن. اینا در گناهکار میشویم. یک آدم مرا گفتن که یک خانه در رفتیم، پرسیدیم نام بچه چیز؟ گفت نام بچه میلس ای میلس، میلس. گفتم این چی معنی دارد؟ گفت این نامی همون 4 کسای مارکس، انگلیس، لنین، استالین. من محبتی به اینا که دارم حرفای اولش گرفتم، بچه من نامش گذاشتم. برادر عزیز تو چهاریا را دوست بدار، ابوبکر و عمر و عثمان و علی را دوست بدار. تو 4 فرشته مقرب جبرائیل، عزرائیل و میکائیل و اسرافیل را دوست بدار. تو 4 تکبیر میگویم خسرو و خرشتامند پدر و مادر تا دوست بدار. و تو نمیدانی که حبیب خدا گفت المرء مع من احب، کسی را در دنیا دوست میداری روز قیامت همراه او هستی. از این نمیترسی. لا تصاحب الا مؤمن. حبیب خدا گفت رفیقی نکن، دوست ندار فقط آن کسی که مؤمن است، آن کسی ایمان دارد. پس ما باید چیکار کنیم؟ اکنون من دیگر مسئله را شرح نمیدهم، زیرا که باز من که عصبانی نیستم، الحمدلله من صحتم سلامت هستم، عصبانی نیستم. لیکن یکی مبادای بد به عصبانی راه دهم، باز موعظه من نادرست می شود، موعظه من غلط می شود. البته هر موعظه‌ای که به عصبانیت راه داد، اون موعظه هیچ وقت پاداش نمیدهد، هیچ وقت وای برکات ندارد. موعظه‌ای که در داخل او اگر انسان عصبانی شود. و این خاطر همان یک نکته بس است اگر شعور است، ورنه چو چراغ پیش کور است. برای آدم با عقل همین یک اشارش بس است. خدا همه شما را صحت و سلامت نگه دارد و از پروردگار خواهان او هستیم که ای ذات پاک، ای ذاتی که نه سهو لایق توست نه خطا لایق توست، زمانی که این فرشته ها نزد ذات تو حاضر می شوند، خدای مهربان به حرمت اسماء حسنات این جمعیت ما را وارد جنتت گردان. خدایا از اون جنت پرناز و پر نعمتت این بندگان موحدت را خدایا برخوردار بگردان. آمین یا رب العالمین. استا اسماعیل، محمد، استا مقصود و امید و برادر دولت خدمت کردند. خدا همیان را برکات دهد. همون پلاستیکایی که میبینین همه اطراف همین مسجد
همین محصولی دست همین هاست. و برادر دولت و یک شاگرد دیگر هم دولت که همه همین قالینا را 2 روز شد پیلاساس میکنن که اگان گرد نماند و یکی در دماغ شما رود. خدای مهربان از بهترین مکانهای جنت این برادر ما اسماعیل و محمد و مقصود و امید و دولت و آن شاگرد دیگر هم که دولت داشتن خدا برخوردارشان کند. آمین یا رب العالمین. در حق استوهایی که استیاشکا کردن، این برادران هم در آشیانه اول الحمدلله که بود کردن، خب بسیار مهنتی خوب کردن. اگرچه مبلغ هم گرفتن، اون مبلغ کلان از ما طلب نکردن. خداوند از کل آفتا اینها را هم نگه داره. یک برادر یک قالین و غیشت آورده است. خدای مهربان در عوض این خیر و احسان ها از تمام آن نعمت های هم دنیا و هم آخرت خدای برخوردارشان گردانه. برادر بابا خان، علی شیر، مؤمن جان و در حق پدر و مادرشان خداوند گذشته باشن، رحمت و مغفرت حیات باشن، خدا خاتمه بخیر نصیبشان کنی. برادر جبلی از کوهدامن که الحال در روسیه می باشد، خدا همه برادرایی که در روسیه هستند سفرهاشون به خیر و بابرار کند. علل خصوص برادر ظهور شاه هم که در مسکو سیتی بچه ها طلب کردن، در حق من دعا کنید خدا از کل آفتا نگهشان دارد. و دیروز یک برادر دیگرم از زندان طلب کردن که در حقم دعا کنید خداوند مشکلات چه آسان گردانه و با صحت و سلامت خدا به خاندانش رسانه. در حق کسانی که در صندوق خیر کردن خداوند اون برادرایی که در صندوق هم خیر احسان میکنن که همگیش برای آبادی مسجد الحمدلله که صرف میشود، خداوند خیر احسان ها را قبول و همه آرزوهاشون خدایا حاصل بگردانی. در حق خادمان و کمک رسانای مسجد دعا کنین. بله این مسجد دادرای عزیز خیلی خدمتگارای زیاد دارن، همگیش الحمدلله که تا روز جمعه را هر کدامش به هر کار مشغولن، تازه میکنن خیلی به قدر قوت. خدای مهربان که حتی ولی من حدیث میخوانم مهر حورهای جنتی کمک در مسجد است. کسی کمک در مسجد دارد این همچنان است که حورهای جنتی را برای خود خریداری کرده ایستاده است. خب یکی از استاهای مسجد را مادرش وفات کردن، در حقش دعا کنید خدای مهربان این مادر رحمت و مغفرت بگرداند. و خدا همه این مهمان هایی که از راه های دور و نزدیک تشریف آوردن خدایا اولا از جنت و نعمت های جنت برخوردارشان گردانی و صحت و سلامت خدایا همگیش به خاندانشان رسانی. آمین یا رب العالمین.